مشکل ما یه جایی شد که زمان بدوقتی داریوش بود، یعنی زمانی که معتاد بود. زمانی که معتاد بود دست خودش هیچ چیز نبود. من و محسی و داریوش یه تور کنسرت داشتیم 30 سال، بله 27 سال پیش، دور دنیا. داریوش اون موقع خیلی چیز بود، مشغول بود. این باعث شد که وقتی رفتیم مسافرت اعصابش ناراحت بود، ملاحظه هیچ کاری نمی‌کرد و کارش دست خودش نبود. یه شب من گفت من میخوام اول بخونم. من گفتم داریوش شما که اول بخونی این 3-4 هزار نفر که اینجا هستن 1000 تاش میرن. خب بذار برای من اون موقع با 30 سال من هستم برنامه‌مون چیز بشه دیگه. گفت من میخوام اول بخونم به من چه و فلان. زور من که به داریوش نمیرسید. داریوش رفت خوند اومد. روز دوم کنسرت رفتیم گفت من میخوام آخر بخونم. ما دیر اومدیم آقا دور اینا آخر خوند. یه روز اومدیم گفتش که رفتیم سوئد و من ارکستر به محسی نمیدم، نمیخوام بدم. گفتم داریوشون با چی بخونه؟ من مجبور شدم رفتم بالا با محسی زدم. در باز کردم دیدم داریوشه. بعد 12 سال بعد گفتم سلام داریوشون، من میتونم بیام تو؟ گفتم قربونت بفرما. من نشد بغل شومینه من روشن بود، یادم خوب آجوری بود، اینجا نشست من اینجا نشستم. گفت اومدم به تو بگم من به تو بد کردم، من نبودم. گفتم که مرسی، اصلا چه لازم نبود یه تلفن هم به من میزنی من دلم در میاد. تو داریوشی من چاکرتم، ما چش کردم رو بوسی کردیم همشون و تماشا عبود تو برداریم.